دوستان سلام. امروز با شما هستم با بررسی یک حادثه هوایی دیگه. این حادثه جزء وقایع نادر در دنیا به حساب میاد. حادثه‌ای که پیامدهای زیادی در پی داشت. پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز. تاریخ پرواز 11 سپتامبر 2001. هواپیمای پرواز بوئینگ 757. خلبان پرواز کاپیتان جیسون دال 43 ساله. فرست آفیسر لروی هومر جونیور 36 ساله. القاعده به رهبری اسامه بن لادن تفسیر افراطی از اسلام داشت. بن لادن سیاست‌های خارجی آمریکا در خاورمیانه مثل حضور نظامی در عربستان سعودی، حمایت از اسرائیل و تحریم‌های عراق رو به عنوان اعمال تجاوزگرانه و ظلم علیه مسلمانان می‌دید. این انگیزه‌های ایدئولوژیک باعث شد برای تضعیف نفوذ جهانی آمریکا و ایجاد ترس و بی‌اعتمادی به امنیت آمریکا یکی از مخوف‌ترین حملات در خاک این کشور برنامه ریزی بشه. پرواز شماره 93 صبح 11 سپتامبر از فرودگاه بین‌المللی نیویورک در نیویورک به سان فرانسیسکو میرفت. بوئینگ 757 با ظرفیت بیش از 200 مسافر تنها 37 مسافر داشت. برنامه ریزی برای انجام حملات پیچیده و طولانی بود. اما شروع تفکر به مقابله با آمریکا به سال 1996 برمیگشت. سالی که بن لادن با صادر کردن فتوا رسما جنگ با ایالات متحده را آغاز کرد. اون خواهان خروج نیروهای امریکایی از عربستان بود. در فتوای دوم در سال 1998 بن لادن ایراداتی رو به سیاست خارجی آمریکا در رابطه با اسرائیل و همچنین ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عربستان بعد از جنگ خلیج فارس بیان کرد. بن لادن معتقد بود همه مسلمان‌ها موظف هستند به آمریکا و به خصوص منافعش در خاورمیانه حمله کنند تا زمانی که آمریکا سیاست‌های خودش رو نسبت به مسلمانان تغییر بده. این فتواها منجر شد به تشکیل گروهکی مخوف. سلول هامبورگ. محمد عطا، زیاد جراح، مروان الشیحی، رمزی بن الشیب، سعد بهاجی، همگی جزء افرادی بودند که سلول هامبورگ رو تشکیل دادن. افراد این گروهک وظیفه انجام حملات 11 سپتامبر رو بر عهده داشتن. 4 گروه 5 نفره به سرکردگی محمد عطا برای انجام این عملیات آماده بودند. پرواز شماره 93 اجازه تاکسی رو دریافت میکنه. هوای اون روز نیویورک مساعد بود. مسافرین یک پرواز طولانی 6 ساعته برای رفتن به غرب آمریکا رو در پیش داشتن. هواپیما برای تیکاف روی باند شماره 29 قرار میگیره. جهت باند به سمت غرب بود و این رانوی کار خلبان‌ها رو برای رفتن
به سمت فرودگاه مقصد صادر کرده بود. با 40 دقیقه تأخیر تیک آف ساعت 8:42 صبح انجام میشه. 4 تروریست در قسمت بیزنس کلاس پرواز نشسته بودن. نفر پنجم نتونسته بود خودش رو از دبی به امریکا برسونه. اون تنها $2300 پول در اختیار داشت و این باعث شد مسئول بخش ایمیگریشن فرودگاه اورلاندو اجازه ورودش رو صادر نکنه. در نتیجه تروریست پنجم محمد القحطانی بلافاصله به کشور مبدأ برگردونده شد. 4 دقیقه بعد از تیک آف پرواز شماره 11 به ساختمان شمالی ورلد ترید سنتر برخورد میکنه. تروریست ها در پرواز شماره 175 عملیات خودشون رو آغاز کردن و پرواز شماره 77 هنوز اتفاقی نیفتاده. یونایتد 93 باید به ارتفاع 35,000 پایی بره. با رسیدن به این ارتفاع یعنی ساعت 9:03 و 17 دقیقه بعد از هواپیمای اول، یونایتد 175 به برج جنوبی ورلد ترید سنتر برخورد میکنه. دیسپچر شرکت هواپیمایی یونایتد با استفاده از سیستم ایکارس پیغامی رو برای هواپیماهای این شرکت ارسال میکنه. 9:24 هواپیما پیغام رو دریافت میکنه: مراقب نفوذ به داخل کابین باشید. 2 هواپیما به مرکز تجارت جهانی برخورد کردند. خلبان از دیدن این پیغام تعجب میکنه. اون از فرست آفیسر میخواد از صحت این خبر مطمئن بشه. هواپیما از ایالت پنسیلوانیا عبور کرده و وارد اوهایو شده. خلبان‌ها که در شوک شنیدن خبر بودن، تروریست‌ها حرکت خودشون رو آغاز کردن. تروریست‌ها کنترل هواپیما رو به دست میگیرن. هدایت هواپیما بر عهده زیاد جراح بود. جراح محمد عطا، مروان الشهی و هانی هنجور 4 خلبان این هواپیماها بودند. اونها با هم در یک دوره خلبانی 6 ماهه در فلوریدا ثبت نام کردند و دوره رو با موفقیت به اتمام رسوندن. با ورود تروریست‌ها به کاکپیت، خلبان اعلام میدی میکنه. اون به تروریست‌ها میگه از اینجا برید بیرون. جراح کنترل هواپیما رو به دست میگیره. اون سعی داره پیغامی برای مسافرین مخابره کنه. اون به اشتباه این پیغام رو برای برج مراقبت کلیولند ارسال میکنه. برج مراقبت کلیولند سعی در برقراری ارتباط با هواپیما میکنه. اون میخواد از پیغامی که شنیده مطمئن شه. خلبان هواپیمای دیگه که این پیغام رو شنید با کلیولند تماس میگیره و میگه که منم شنیدم. اون گفت بمب همراه داریم. در همون ساعت پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز به دیوار غربی پنتاگون برخورد کرد. مسافرین با استرس زیاد سعی در برقراری ارتباط با خانواده هاشون دارن. صدای ناله کردن شخصی در کاکپیت شنیده میشه. به نظر میرسه تروریست ها با خشونت تونستن کنترل هواپیما رو به دست بگیرن. صدای یکی از مهماندارها شنیده میشه که التماس میکنه لطفاً به من آسیب نرسونین. جراح جهت هواپیما رو تغییر میده و اون رو برای رفتن به 41,000 پا تنظیم میکنه.
تروریست ها مدام از مسافرها میخوان سر جای خودشون بشینن. مسافرها تصمیم گرفتن با تروریست ها مقابله کنن. جراح جهت هواپیما رو کمی به سمت جنوب شرقی و به سمت پنتاگون هدایت میکنه. اون هواپیما رو برای رفتن به 20,000 پا تنظیم کرده. هواپیما به سرعت داره ارتفاع از دست میده. یکی از تروریست ها از جراح میپرسه چی کار کنیم؟ تمومش کنیم؟ اون جواب میده نه، هنوز نه. مسافرها شروع به تماس با خانواده های خودشون کردن. Honey, are you there? Jack, pick up, sweetie. Okay, well, I just wanted to tell you I love you. We're having a little problem on the plane. I'm totally fine. I just love you more than anything. Just know that. And, I'm comfortable and I'm okay for now. Just a little problem, so I just love you. Please tell my family I love them too. Bye, honey. Elsa, it's Lynn. I only have a minute. I'm on United 93 and it's been hijacked by terrorists who say they have a bomb. Apparently they have flown a couple of planes into the World Trade Center already and it looks like they're going to take this one down as well. Mostly I just wanted to say I love you and I'm going to miss you and please give my love to my dad and mostly I just love you and I just wanted to tell you that. I don't know if I'm going to get a chance to tell you that again or not. All my stuff is in the safe. The safe is in my closet in my bedroom. The combination is you push T for clear and then 0913 and then it should, and maybe pound and then it should unlock. I love you and I hope I can talk to you soon. Bye. هواپیما به 20,000 پا میرسه. یکی از مسافرها در تماس تلفنی با همسرش بهش اطلاع میده که تروریست ها یکی دیگه از مسافرها رو به قتل رسوندن. جراح هواپیما رو برای رفتن به 5,000 پا تنظیم کرده. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I don't know what to say. There's 3 guys. They've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around, and I've heard that there's planes that's been flown into the World Trade Center. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. یکی دیگه از مسافرها در تماس تلفنی با همسرش میگه هواپیما روباها به نظر ایرانی میرسن. مسافرها تصمیم خودشون رو برای مقابله با هواپیما روباها گرفتن. تروریست ها از این تصمیم مسافرها مطلع شدن. یکی از تروریست ها به اون یکی میگه چی؟ یه دعوا؟ مسافرها به سمت کاکپیت یورش میبرن. یکی از تروریست ها از دیگری میخواد در کاکپیت رو بگیره و مانع باز شدنش بشه. خلبان سعی داره با مانور رفتن تعادل مسافرها رو در هواپیما به هم بزنه. با رسیدن به 5,000 پا هواپیما شروع به ارتفاع گیری میکنه. اونا به 10,000 پا میرسن. دقیقا مشخص نیست به چه علت هواپیما از 5,000 پا
به 10,000 پا میره. آیا مسافرها موفق شده بودند برای لحظاتی کنترل هواپیما رو به دست بگیرن؟ در ارتفاع 10,000 پایی یکی از تروریست ها از دیگری میپرسه چی کار کنیم؟ جراح میگه به سمت زمین برو. و این پایان داستان 4مین هواپیمای ربوده شده توسط القاعده بود. علیرغم تلاش مسافرها، اونها نتونستن خودشون رو نجات بدن. هیچ کس نمیتونه تصور کنه که اونها در اون لحظات چه فشاری رو متحمل شدن. عواقب 11 سپتامبر برای خاورمیانه بسیار سنگین بود. حملات نظامی ایالات متحده در افغانستان و عراق باعث بی‌ثباتی در منطقه، جنگ‌های طولانی، تخریب گسترده و کشته شدن غیر نظامیان بسیاری شد. ظهور گروه‌های افراطی مثل داعش از نتایج این بی‌ثباتی ها بود. خب دوستان عزیز، مرسی که در این اپیزود همراه من بودید.